السلام علیکم. خوش آمدید به کانال بیزنس و پول. انتظار نشاید که وضعیت خود به خود تغییر می‌یابد، بلکه وضعیت را خودتان تغییر دهید. دقت کنید. همه ما آرزو داریم. کسی می‌خواهد رسانه‌ای مشهور شود، کسی می‌خواهد هنرمندی مشهور و کسی می‌خواهد بیزنسمن موفق شود. خب، کدام چیز آدم‌ها را از آرزوهایشان جدا می‌کند؟ آیا این سوال را بار به خود داده اید؟ بله، من به شما جواب می‌دهم. کوشش می‌کنم که مختصر باشد. هر یکی ما میتوانیم در کاغذ نویسیم آن مانعهایی را که به آرزوهای ما خلل میرساند. این به ما امکان میدهد که خود را از بیرون بنگریم. ممکن این کار بی‌معنی به نظر برسد، اما این کار را انجام دهیم. میدانید این به چه شاهدی میدهد؟ ترس، یعنی استرخ. همه اون چیزی که مانع از این میشود که به باور ما یک چیز است: ترس. میترسید از ترس مغلوبیت، ترس از کسی بودن، ترس از نافهمی، ترس شنیدن در صورت شکست. من به شما گفته بودم که شما موفق نخواهید شد. برای خط خود نظر کنید. مهم نیست که شما چند ساله هستید. وضع عائله، وضع مادی شما مهم نیست. اگر بین کی شدن میخواهید و کی هستید فرقیت داشته باشد، فکر کنید. فکر کردن درباره این کافی نیست. ما باید با خود روبرو شویم. بنابراین آن را نویسید. از بیرون نگرید و در نهایت بفهمید که شما چگونه ترسانچکید. چه خطر از ترس وابسته است. و چی میگوید؟ اون چیزی که او میگوید خود را از خود دور کنید. طرزی که شما میخواهید این زندگی را که به ما داده شده است زندگی کنید. چگونه زندگی میکنید؟ این دفعه درباره یگان کتاب حرف نمیزنم. من به تجربه خود اساس خواهم داد. درباره آن چیزی که من الکی حساب کرده بودم. آیا میدانید که فکرانه شخصی موفق از شخصی ناموفق فرق میکند؟ فکرانه ناموفق از ترس شخصانی به موفق را آزار میدهد. ترس از محکوم شدن، ترس از دست دادن هر آن چیزی که در دست دارند. چنان ترسو هستند که نمیتوانند ترسهای خود را بپذیرند. آنها در زندگی سستند. آنها به خاطر پیروزی، آنها به خاطر شکست خوردن بازی نمیکنند. از این رو آنها به دیگر آدمان ترسانچک و با آنهایی که دائما از همه اطرافیان شکایت میکنند دوستی میکنند. بسیاری آدمانی هستند که دائما بعضی مانعه ها را میبینند و منطقه خود را ترک نمیکنند. در هر یک واخوری آنها تنها درباره وضع بد خود، درباره بیماری ها، درباره یگان خیل امکانیت نیست صحبت میکنند. باقی مانده وقتی آنها به محاکمه دستاوردهای دیگران بخشیده شده است. هر روز آنها ساعتها در این باره صحبت میکنند، پس آن خانه رفته خواب میکنند و باز صبح همان را از نو تکرار میکنند. آنها به لاتاری ها و احتمالات دیگر باوری دارند. آنها مبلغ‌های کلان به دست میآورند و بای میشوند. همه چیز از تقدیر وابسته است میگویند. آنها تنها میخواهند موفق شوند، اما برای اجرای خواهش خود کاری نمیکنند. آنها تنها می نشینند و منتظر می شوند تا نتیجه به دست آورند. شاید حتی آرزوهای خود را فراموش کردند. چون این ویدیو را آنها صرفه بیهوده وقت می گویند. چشمان آنها باید تیز ببیند چه خیلی پول کار کردن، چه خیلی مناسبت کردن با پول. آنها آن عنصرهایی که در بین 0 و 1 هست ندارند. به جای جستجوی لحظه های مثبت، آنها در همه چیز لحظه های منفی را می جویند و مشورت کسی نیاز ندارند، زیرا آنها همه چیز را می دانند. آنها باوری دارند که آدمان ثروتمند اگر امکانیت داشته باشند باید کمک کنند. آنها برای چی فکر میکنند که آنها شبهای دراز را خواب نکردند، از وقت خوشی ها دست کشیدند، مشکلات ها را از سر گذرانیدند تا پول کار کنند و برای چی به آنها پول دهد؟ آنها درباره امکانیت فکر نمیکنند. فکر کنید او نشیند دیگران او را خورانند به جای آنکه خودشان موفق شوند. آنها تنها از شناسان، دوستان موفق، خویشاوندان و غیره لذت میبرند. آنها میگویند سرور فلان مکان دوست من است، شخص نزدیک من است. اگر به شما چیزی لازم شود من به او میگویم، یا او اینجا هموطن ماست. ما حتی از یک شهر و از یک حوله هستیم. خانه آنها از خانه ما کمی کلانتر بود و دیگر عباره ها که نشان میدهد که آنها به جای خود برای به دست آوردن نتیجه ها رابطه های خود را نشان میدهند. شما میدانید که فکرانه آدمان موفق چگونه است؟
آنها میفهمند که همه چیز در این جهان با مهنت است. وقتی دیگران شکایت میکنند آنها باشد عمل میکنند. بله، آنها ترس خود را دارند. آنها بر ضد ترس هراسشان حرکت میکنند. آنها کارهایی میکنند که آنها را میترسانند تا دمی که نیست شوند. آنها خود را تعیین نمیکنند. آنها برای پیروزی بازی میکنند و اگر مغلوب شوند تجربه جمع میکنند. از این رو چنین آدمان هیچگاه مغلوب نمیشوند. حتی اگر لایه هاشون سکوت کند، حتی اگر مفلس شوند، در چشمانشان تجربه بزرگی حیات چرخ میزند. آنها میدونند مشکلات آدمان را قوی تر میکند. مشکلاتی آنها از خودشان دیده بزرگتر نیست. آدمان موفق برای حل آنها از مشکلات خود بالاترند. آنها نه تنها موفق شدن را نمیخواهند بلکه برای آن نیز کار میکنند. آنها از همراهان موفق خود فخر نمیکنند. خود آنها آدمانی هستند که دوستان موفق را رفیق میحسابند. آنها درباره نتیجه فکر میکنند. ارزش خود را میدانند. از آنکه پول کار کرده میتوانند شرم نمیکنند. آنها به این ویدیو همچون سفسطه نگاه نمیکنند. آنها میفهمند چقدر که آنها دانند همیشه چیزی هست که آنها را وادار میکند. حتی اگر آنها بار اول مصلحت را از این ویدیو میشنوند، تأثیراتی که آنها باقی ماندند پس از 2-3 روز از بین نخواهد رفت. آنها این مصلحت ها را تا آخر عمر به کار میبرند. آدمان موفق این نمودی کار را همچون خودفریبی نمیدانند. آنها به خوبی میفهمند که فریب واقعی درباره به رحمدلی ناتوانی خود شماست. لایک را فراموش نکنید و به کانال ما ابونه شوید. سپاسگزاریم برای تماشای نوار.